سلام، من هدیم، دختری از زادگاه خداوندگار بلخ مولانای بزرگ که مثل او طعم غربت را چشیده است. این نوشته روایت تلخترین روزهای زندگی من است. روزهای آخر مکتب با امید آینده بهتر، درس‌های آمادگی کانکور را در یکی از آموزشگاه‌های خصوصی در شهر مزار شریف خواندم. من و هم‌صنفی‌هایم گروه 6 نفره‌ای بودیم که هر روز صبح وقت روانه آموزشگاه می شدیم. روزهای گرم تابستان بود و راه هم طولانی. هم‌صنفی‌ها با هم تصمیم گرفتیم تا موتر سرویس بگیریم. یکی از اعضای گروه راننده‌ای را پیدا کرد. در راه چون من آخرین نفر بودم، راننده سرویس رأس ساعت 7:30 صبح به دنبالم می آمد. روزهای خوشی بود. خنده بر لب‌هایمان گل می کرد. صنف ما در طبقه 4 ساختمان بود و نسبت به دیگر دانش آموزان اندکی دیرتر می رسیدیم. نفس زنان پله ها را می دویدیم با چهره های بشاش و شادمان و با خنده های بلند وارد صنف می شدیم و تمام آن 6 نفر همصنفی های خوبم 4 ساعت درسی را به خوبی سپری می کردیم. روزهای خوب و پروفق زندگی بود. شبها تا دیر وقت درس می خواندم و صبحها زودتر از جا بلند می شدم. تمام در گل صبح کنار جاده در انتظار موتر سرویس می ماندم. ماها همینطور خوب و نیک گذشت تا رسیدیم به 1 هفته قبل سقوط شهر مزار به دست طالبان. هوا بسیار گرم بود. داخل موتر سرویس بودیم که یکی از همصنفی‌هایم به نام مرزیه شدت دلهره و ترسی که داشتیم برای راننده سرویس گفت: کاکا، روزی که طالبان مزار را بگیرن هم به دنبال ما میایی؟ اگر در کورس بودیم. برای یک دختری که 12 سال درس خوانده و آرزوهای فراوانی دارد گفتن این جمله خیلی سخت بود. راننده گفت: بله دختر خوبم، میآیم. من شما را در این روزهای دشوار تنها نمیگذارم. سکوت موتر را فرا گرفت. به نظرم کسی حرفی برای گفتن نداشت. هر کدام آینده را پیش روی خود میدید که تاریک بود، وحشتناک بود و همه مجبور به برگشت به دوران تاریک طالبانی شده بودیم. 1 هفته با خبر سقوط شهر مزار گذشت. یکی از شب‌های تابستان بود. با اعضای خانواده روی تخت‌های تابستانی نشسته بودیم. با مامایم که تازه به ایران مهاجر شده بود از طریق تلفن حرف می‌زدم. برایم گفت که هدیه، طالبان مزار را گرفتن. من گفتم نه، هنوز خبری نیست. او تکرار کرد که گرفتن. گریم گرفت برای همصنفی‌هایم. برای لحظاتی که فکر می‌کردم شاید فردا امکان دوباره‌اش را از من بگیرند گریه کردم. یک شنبه بود. سر و صدای موترهای رنجر شهر را فرا گرفته بود. پدرم من و خواهرم را از ترس این که دختر بودیم و نباید این روزهای تلخ خاطره تلخی در زندگیمان میشد، ما را با ولسوالی شلگره فرستاد. چند روز گذشت. حدود 2 هفته شده بود که آموزشگاه نرفته بودم. دلم برای همصنفی‌هایم تنگ شده بود. بعد از 2.5 هفته به شهر مزار شریف برگشتیم، اما انگار شهر سابق نبود. ساعتی در خانه بودم. یکی از همصنفی‌هایم زنگ زد و بدون مقدمه گفت پدرش نمی‌ماند که دوباره به آموزشگاه برود. قلبم آتش گرفت. مریم بود. مریم به چقدر دختر لایق بود. بران هم با محدودیت به درس‌های آمادگی کانکور ادامه دادند. با یک ماسک و حجاب سیاه می‌پوشیدیم. روزی برای ما گفته شد که در چوکی‌های آخر صنف بنشینیم، با صدای بلند حرف نزنیم. این دردناکترین قوانین زندگی ما بود. ما دخترانی که بلند میخندیدیم. برای فردای بهتر از امروز ما برنامه داشتیم. ترانه میخواندیم، اما برعکس شد. همه چیز رنگ دیگری گرفت. حالا گذشته بهتر و حال و آینده تاریکی داریم. سر از فردای آن روز اله دیگر نیامد. محدثه هم نیامد چون پدرش نظامی بود. روزها آهسته میگذشت. خبرهایی از ربوده شدن، کشته شدن و اجبار به خانه ماندن دختران و زنان به گوش می رسید. زندگی بوی تلخی میداد. نفس کشیدن برای دختران آزاده مزار شریف دشوار شده بود. برای هیچ کس دیگر امیدی برای درس خواندن نمانده بود. همگی به دنبال فرار از این گونه زندگی را داشتیم.
محدثه از مخفیگاهشان روانه ایران شد. زهرا به خاطر دختر بودنش از درس خواندن منع شد و پدرش به جای آموزش او را نامزد کرد. الهه برای دیده نشدن زیبایی چهرهش مجبور شد روبند سیاه طالبانی را بپوشد. همه لبخندهایش زیر روبند سیاه طالبانی محو شده بود. سرانجام من هم مهاجر شدم. محدثه و مروه هم مهاجر شدند. حالا از آن 6 نفر تعداد در افغانستان و شماری هم مثل من مجبور به ترک وطن شدند. من میخواستم خبرنگار شوم. الهه و مریم میخواستند داوطلب شوند. مروه دوست داشت حقوق بخواند، اما این آرزوها در دل همه ما در حال مردن است. جای آرزوهای بلند ما را خشونت و شکنجه روحی مدام گرفته است. از آن 6 نفر تنها مریم موفق شد امتحان کنکور بدهد و در رشته دلخواهش در دانشگاه بلخ را پیدا بکند، ولی بعدها در تاریکی بر روی همه زنان افغانستان باز شد. آری، دانشگاه ها هم بر روی زنان و دختران افغانستان بند شد. زنان مجبور شدند خانه نشین شوند و اکثر دخترانی که از درس محروم بودند دلخوش مصروفیت های دیگری همچون آرایشگری بودند که از اقبال بعدشان در آرایشگاه ها هم بر رویشان بسته شد و باری دیگر طالبان جهل و نادانیشان را به مردم جهان نمایان کرد.